سؤال دیگری که کردن انا در الحال از این سوال ها اینجا را تمام کردیم. سوال دیگری که آمده است، گفتن که استاد در مهاجرت در وقت تولد در بیمارخانه مردها هستند، ما چیکار کنیم؟ ما میتونیم که از روی مجبوری به نزد آنها رویم. یعنی یک گروه شاید خواهرای ما هستند، البته از ما پرسیدن که زمانایی که مقصد حالت تولدمون می شود، ما میتونیم که مادامی که دخترهای زنانه که نیستن مردها در مراجعت کنیم. خواهرای عزیز، این کتاب مختصر است، مختصر الوقایه، کتاب کراهیت. در اینجا آمده است که والمداوات ینظر الى موضع المرض بقدر ضروره. حالتهایی هست که وقتی که ما میریم مراجعت میکنیم، یعنی حالتهای ضرورت ده برای ما و شما درست میشه. اگر به شرطی که جایهایی باشد که مقصد اگر زنها باشند، البته اولا و بهتر و ضرور همین است که شما زنها در مراجعت کنید. یکی حالتی می شود که مقصد نه تنها تولد، خلاص فشارت بلنده، باید مقصد یک اوکال کردن در کار، همون مقداری که برای مثال همون ضرورت هست، همون مقدار شما کشاده میکنین، در همون موضوع مقصد باید اوکال میکنن. شرط نیست که مثال وقتی که من در پشتم اوکال میکنم تمام بدن ما عریان کنم، همون قدر موضوعی را که برای همون دکتر مقصد لازمه همون مقدارش مثال کشاده میکنم، همون جدا اوکال میکنم، تمام دیگه. یعنی حالتهایی میشود که نیست یگان زن فشار من بلنده، ضرورت کشید دیگه. در این حالت برای ما و شما خواهرها و برادر عزیز، خب مرد باشه پیش زن میرود، اگر مردی نباشه اوکالش کند، یا زن باشد پیش مرد میرود. حالتهای ضرورت ده، یعنی هیچی باقی ندارد. اگر شما از سوره بقره آیت 173، انعام 145، سوره نحل آیت 115، هر سه همین سوره ها، همین رقم هایی که گفتم شما رفته ببینین، در حالت های ضرورت برای شما یعنی اجازت می شود. از آن جمله در بقره آیت 173 الله مهربان میگه که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. صدق الله العظیم. ببینید خدای مهربان میگه بر شما حرام گردانیده شد خود مرده، میته خود مرده، یعنی سحر میخیزی که گاوت مرده، بزت مرده، گوسپندت مرده، مرغت مرده، مردگی خودش مرده است. وقتی خود مرده کشید او حرامه، او را دیگه حق خوردن ما ندارید. الله میگه انمو خود مرده حرامه. در برابرش خون
یعنی خون همون وقت مکه میزنن از هر حیوانی که باشد، همون خونه که از مک میپره همون حرامه، حتی در بدن هم که بزنه بی نماز میکنه. 3. لحم الخنزیر، گوشت خوک. 4. و ما اوهل بهی لغیر الله، هر یک حیوانی را که کشتین بسم الله نگفتین، این 4 چیز الله مهربان در آیت آورد که اینها حرام هستند. بعد در دوام آیت بینین الله مهربان میگه فمن استر غیر باغ ولا عادین. اگر شما در حالت اضطراری قرار گیرید، یعنی جایی میرین که از حلال ها هیچ چیزی نیست، نه خوردنی نه نوشیدنی، شما میتونید که از حرام هایی که یاد شده است شما تناول کنید. یعنی تناول کردن به معنایی که همین راستا نماز تا خوانده بتونی بس، یعنی تا آرق زدن نمیخوری، با شکمسیری نمیخوریش، همین قم میخوری که خطا از هلاکت باید نجات بدی. یعنی نمیستی که مقصد هیچ چیز حلال نیست، ای گرسنگی خطا نمیکشی یا ای پشت گرسنگی نمیبری، بلکه حرام ها باشد، مادامی که ضرورت پیدا شده دیگر حرام برای ما مباح میشه. فلا اسم علیه، خدا میگه بر شما یگان گناهی نیست، این الله غفور رحیم، الله مهربان بخشنده، الله مهربان بسیار غفور. از همین لحاظ مادرای عزیز، وقتی که شما در حالت حاملگی هم قرار داشته باشین، وقتی میرین که زنها نیستن، اگر مردها هم که شما را در همین حالت کمک کنن، یعنی بر شما یگان گناهی نیست، زیرا که شما این کار از روی ضرورت کردید. خب زنی که از همه حرام کرده های خدا دور باشد، اطاعت شوهر کند، با سر و لباس هاش هم رعایت کند، ولی در نمازخانه کم اهمیت بدهد، حالش چی می شود؟ یعنی یک خواهری به دست که از همه حرام کرده های خدا دور، سر و لباسش رعایت. ببینید، یعنی گویم در همه عملها اجرا کننده فقط یک کمبودی دارد، یک عیب دارد که در نمازش به پرواه، در نمازش به اهمیت. حالی این چی می شود؟ خواهرها و برادرای عزیز، اگر در سوره بقره آیت 208 نگاه کنین، الله مهربان میگه که، حاضر من آیت از قرآن برای شما بیاورم. سوره بقره آیت 208 بینید. آیت 2: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. الله مهربان میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. خدای مهربان میگه هرگاهی که شما مقصد در دین می‌درایین، وقتی که خودتان مسلمان اعلان میکنین، باید شما در دین با پرگی درایین، یعنی با تمامی قلبهاتان، ببینید با دستهاتان، با زبانهاتان، یعنی باید با یک جایگی در دین داخل شوید. یعنی نمی شود که ما
در یک قسم از دینمان رعایت کنیم و در یک قسم دیگرش رعایت نکنیم. الله میگه که نه، باید شما با پررگی در دین درآیید. یعنی همین قرآنی که برادران و خواهران در دست ما هست، ببینید همین قرآن الله مهربان میگه که به همه باید تو ایمان داشته باشی، به همه باید تو عمل کنی. نمیشود که با یکی از اینها مقصد تو از حرامهاش خودت دور بگیری و لیکن در مسئله نمازش تماما اهمیت ندی. الکی مقصد بینین که به اهمیتی در نماز تو که این گناه است تمام خوبی ها تایبین میبرد. از این لحاظ خواهر خواه برادر نمی شود برادر عزیز که ما و شما یعنی در یک قسمش عمل کنیم در یک قسم دیگرش عمل نکنیم. این غیر امکان، این تماما ممکن نیست. الله مراجعت کرد که کسی ایمانی با خدا دارد یا گفت که ای کسایی که ایمانی با خدا دارین شما در اسلام با پررگی دارید. یعنی از اسلام با پررگی، یعنی از همه جهتش شما باید عمل کنید. به این خاطر خواهر عزیز یعنی دیگر کارهای نیکی که داری، یکی از عملهایی که مثلا تو بگذار نماز تا نمیخوانی، مالدار باشی زکات شا نمیتی، مالدار باشی حج نمیکنی، رمضان میاد روزه شا نمیگیری، خب یا در جا میشینی غیبت میکنی یا در حق یک خواهر برادر بخیلی میکنی، نیکی در برابر ای با دیگر کارهای نیکی دین تا انجام میتی، حالا که اینهاش ثواب اونها را بین میبرن. برای همین حد الامکان چند قدر دستون میاد شما حرکت کنین که همه کارهاتون را انجام دهید. بابا جان مادرم شراب می نوشد، از همین سبب 2 بار در بیمارخانه بستری کردیم، بعد صحت یافتنش باز نوشید. در نزد مردم سرخم شدم، با مردنم راضی هستم، چی کار کنم؟ چی مصلحت میدید؟ اکو شما کارتون کردید، شما کارتون کردید. هر یک فرزندی که پدرتون عرق نوشه، پدرتون یا مادرتون، بسیاری خواهرها میگد که مادرم خانه مردکای بیگانه میاره، بسیاری برادره است که میگه پدرم زیناکاره، بسیارش مقصد از همین پدر و مادرها شکایت ها هست که فلان 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 کارها در دست دارن. شما حق دارین که اونها را مقصد دعوت کنین، چخیلی که این خواهر ما برده و مادر مقصد خوابونده به طبابت کرده تا از همین بیماری و از همین راهی بد بگرده، لیکن نشد. مادامی که نشد معناش ایه که شما پیش مردم سرخم نیستین، پیش الله هم شما سرخم نیستین، زیرا که شما آن چیزی را که برای بهبودی مادر شما در کار یا مسئولیت هایی که بزیمه شما خواهرها و برادرها هست در حق پدر و مادرها کرده استید. یعنی خداوند شما را اجر و پاداش داده است. ولی این معنی را ندارد که من بچه ما یک باره گفتم که بچه جان شبگردی نکن، بچه جان ناس و پاپیراس نکش، با همین یک بار گردنم ساقید نمیشه. تا وقتی که همون فرزندم هست من تاکید میکنم، تا وقتی همین مادر زنده من حرکت میکنم. شید انشاءالله خیر جان ما و خیر جان مادری من. نشید اگر من پیش الله پاداش میگیرم، ولی این مادر پدر برای کردش خودش پیش الله مهربان جوابش میگه. بابا جون آیا یگان آیت یا دعایی هست که خوانیم تا در قرآن یا نمازخوانی با شوق شویم؟ یعنی دعایی هست که اگر یا آیتایی هست که ما مقصد همون را اگر بخوانیم نمازخوانیمان یا ذکر گفتنمان زیاد می شود. آیا مقصد همین خیلی آیت ها و حدیث ها هست؟ بله هست.
شما آیت الکرسی را بسیار بخوانین و در همین ظرف آب، در ظرف آب همه را صوف کنین. هر باری که آیت الکرسی را میخوانی صوف کن. 10 بار میخوانیش، 20 بار میخوانیش، همه را بنوش. یا در دست صوف کن، در بدنت بمان. یا سوره اخلاص، یعنی سوره قل هو الله احد، چند باری که میتونی بخوان. یا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چند باری میتونی بخوان. یا سوره فاتحه، الحمدلله رب العالمین. انا اینها را میگفته یا ما بخوان، در همین آب صوف که بنوش، یا در دست صوف که در بدنت بمان. انشاءالله در تو انمون ذوق نماز خواندن، انمون ذوق ذکر گفتن خیلی زیاد می شود. الله مهربان بازم محبت و میل هاتون به دین خدا زیاد کنه. آمین یا رب العالمین.